بینندگان عزیز، در ادامه نمایش یک ساعت بخش یک مهمون از منظور شما و مهمون امروزه ما هستند یکی از خواهرکانی که کتابخوان و شعر دوستند. خواهرک عزیز، خوش آمدید به استودیوی تلویزیونی بهارستان. تشکر زیاد. خب شما چی نام دارید؟ در کدام مؤسسه تحصیل میکنید؟ من یتیم آقا خدیجه بانو خواننده صنف 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 به نام قیام‌الدین چقلوفی ناحیه فیض‌آباد هستم. بسیار خوب، آفرین. طوری که ما میدانیم شما زیاد کتاب میخونید و بسیار شعرها را میدانید. بله، من شعرهای خیلی بسیار میدانم. شما از ایجادیات کدام شاعران شعر میدانید؟ من از ایجادیات استاد بازار صابر، لایق شیرعلی و از شاعران بچگانه بسیار شعرها را میدانم. بسیار خوب. بیبی خدیجه، کنی به ما یگان شعر قرائت کنید؟ شعر استاد بازار صابر. وطن دوباره ساز آمد، وطن بخشتی جان خویشتن، ستون زنم به سقف تو به استخوان خویشتن، ستیل و آب و گل مرا برای ساختار توست، دو پنجه خون دل مرا برای رنگ و بار توست، برای در چهار سو نوشتن شعار توست، برادری برابری برابری برادری، اگر چو شیشه چشم من به کار می رود بمان، به کار می رود اگر سرم چو سنگ ساختمان، بمان 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 دوباره ساز آمد وطن، بخشتی جان خویشتن، ستون زنم به سقف تو به استخوان خویشتن. احسن به شما بیبی خدیجه، خیلی شعر را خوب قرائت کردید. رحمت. شما چقدر شعر میدونید؟ من قریب 50 شعرها را میدونم. در وصف وطن، مادر، تاجیکستان، پدر، وحدت، استقلال، معلم، کتاب، مکتب و غیره ها. آفرین به شما بیبی خدیجه. شما قرائت خوب دارید. در یگان آزمون ها اشتراک کرده اید؟ بله، من در مکتب خیلی فعالم و در چندین آزمون ها اشتراک فعال کردم. به نهایت خوب. در کدام آزمون ها اشتراک کرده اید؟ من در آزمونی فروغ صبح دانایی کتاب است ترنم وطن اشتراک کردم و جایهای نمایان را اشغال کردم. در ترنم وطن من شعری وطنی استاد بازار صابر را قرائت کردم و آزمونی فروغ صبح دانایی کتاب است بود که امروز من شعرهای بسیار را میدونم. بسیار خوب بیبی خدیجه. باز کدام شعر را به ما قرائت میکنید؟ باز میخواهم که در وصف وطن یک شعر خونم. مرحمت. شعر وطن. وطن سر می شود از گهواره، ز شیری پاک و از پستانی مادر، وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستانی مادر، وطن بهبودی و بهروزی ماست، وطن خوشنامی و فیروزی ماست، وطن دلجمعی و آزادی ماست، وطن خوشبختی و آبادی ماست، وطن سر می شود زان آستانه که بر دنیای روشن پا نهادیم، وطن سر می شود زان پرده‌بامه که پروازی شدیم و پرگشادیم. بیبی خدیجه، بیایید درباره معلمه‌تان و همصنفانتان صحبت میکنیم. البته من معلمه‌مان اسمت و نورنیسا و همصنفانمان را به نهایت دوست می‌دارم. با همصنفانم به نهایت اتفاق هستیم. در مکتب ما با همدیگر یاری می‌رسانیم که معلمه‌مان از رفتار ما به نهایت شاد است. آفرین به شما و همصنفانتان. من میخواهم که در وصف پدر یک شعر بگویم، برای آنکه پدران بزرگند و ارزش ستایش ها را دارند. بسیار خوب. چه محبوبی چه جانانی پدر جان، گلی عشقی دل و جانی پدر جان، به چشم من زی هر چیزی که گویند، چه خوب است به از آنی پدر جان. پدر شما معلم هستند؟ نه، آن کس در دیگر ساحه کار میکنند و آن کس کتاب های زیاد میخونند و همچنین شعرهای بسیار میدونند و در انتخاب شعرها به من کمک میرسونند. پدر من
فروخ یتیموف هستم و از این منبر بلند من به آنها تشکر میگویم و آن کس را زیاد دوست می‌دارم. بهترین. درباره مادر نیز یگان شعر قرائت میکنید؟ البته. مرا سحر که خیزان مادرم، که سوی آبی جوی خوان مادرم، که کرته ام بپوشان مادرم، که چای گرم نوشان مادرم، که گل به دستی من داد مادرم، که مکتبم فرستاد مادرم، کیست به من جان و دل مادرم، مرا که گفت قابل مادرم. من از مادرم نیز به نهایت منت دارم، برای آنکه مادرم همیشه در پهلوی من هستند. مادرم همیشه به من کمک میرساند. چند مرتبه مرا به تلویزیون بهارستان و برنامه احساس دل آوردند که من چند شعرها را در این برنامه خواندم. بسیار خوب. درباره معلم چند شعر میدونید؟ در وصف معلم من شعرهای بسیار را میدونم، برای آنکه من راهبر صنف همان را به نهایت دوست میدارم، برای آنکه آن کس بسیار مهربان و غمخوار هستند. نام تو باشد ورد زبانها، زی تو گیرد علم هر فردی دنیا، به تو ندارد هیچ رنگ روزگار، ره آموزی ما هستی آموزگار، علم و ادب را از تو اندوزم، آدمگری را از تو آموزم، به تو ندارد نور دبستان، مهر تو باشد در دل و در جان. آفرین. بیبی خدیجه، باز یگان شعر دیگری شما را گوش میکنیم. شعر استاد بازار صابر عینی. عمر عینی از برای خلق صرفی خامه شد، خلق ما را دفتری عینی شهادت نامه شد، سرزمینی ما خود از آثار او سر می شود، این زمین با او به دنیا برابر می شود، تا به او در زندگی پیراهی نایاب بود، مثل آن روزی که آن را می توان در یاد داشت، در لبی وحش و زرافشان مردم بی آب بود. این حقیقت می کند چشمی مرا هر بارتر، از بخارا با خبر بود مردم از دنیا، اگر از علی بود با خبر از بو علی بود بی خبر. من فصل تیر ماه را به نهایت دوست می دارم، برای آنکه همه جا طلا رنگ می شود، زرین می شود و می خواهم که درباره تیر ماه یک شعر گویم. مرحمت. شعر لطافت کنجی و تیر ماه زرین رو. تیر ماه زرین رو، تیر ماه زرین رو، گویم تو با کی مانند با عروسک خوشرو، انار دانه دانه، زردالوی و دولانه، خربوزه های شیرین، سیبک سرخ خانه، رنگی برنگ انگور، انار و ناک خوشخور، هم چارمغز و بادام بر همه سازی منظور، تیرماه زرکاکور نباشی گرچه پرگور، از همه فصل سال و من هستی تو محقور. بهترین. بیبی خدیجه، در آخر صحبت با همسالان خود یگان گفتنی ها دارد؟ البته. من میخواهم که همسالان من بسیار تر خوانند. برای ما بسیار آزمون های زیاد است. در آزمون ها اشتراک فعالانه داشته باشند. بسیار خوب. آفرین. بیبی خدیجه، ما امروز خوشنود شدیم که شما از ناحیه فیض‌آباد فیضبار مهمان ما شدید. تشکر زیاد. من به همه کارمندان تلویزیون بهارستان تشکر زیاد میگویم، برای آنکه برای ما برنامه‌های جالب آماده میکنند. سلامت باشید. مخلصان عزیز، در همین جا صحبت ما با بیبی خدیجه خردسال به انجام میرسد. بخش‌های دیگر نمایش یک ساعت ادامه دارند.